سال 2025 قرار جی تی 6 بیاد، نزدیک 1 میلیارد دلار فقط ممکنه پیش فروش داشته باشه و فقط جی تی ای که میتونه با اولین تریلرش به صورت نور این همه ویو بگیره. یه بازیش تیکه تیکه به عنوان دی ال سی میفروشه. وارزون همون آپدیت های سنگینشو داره. بچه‌ها تو فورتنایت سر وی باکس مجانی اکانتشون هک میشه و رایت گیمز 70مین اکانت یک پلیریو که دوباره نجات پرستی کرده رو بند میکنه. ولی 100 سال پیش دنیای گیم چطوری بودش؟ اون زمانی که تازه صنعتش داشت شکل میگرفت، دنیای گیم و گیمرها چه شکلی بودن و چطوری شد که الان این صنعت رتبه 1 در بین دیگر بخش‌های صنعت رسانه و سرگرمی کنار موسیقی و کتاب و دنیای سینماست که خود رسانه و سرگرمی ششمین صنعت برتر دنیاست. چی شد که اولین بازی دنیا ساخته شد؟ تنیس فورتو که تو سال 1958 ساخته شد، نتیجه یه پروژه علمی توسط ویلیام هینگبوتام، فیزیکدانی که غالبا روی ساخت بمب اتمی کار کرده بود. جایی که کار میکرد نمایشگاه علمی برگزار میشد و وقتی دید تمام دستگاه‌ها خسته کننده شدن، گفتش بذار منم یه انگشت بزنم و چیزی رو بسازه که برای مردم جذاب باشه. با برنامه‌نویسی و مدارهای الکترونیکی یه بازی ساخت که دو نفر میتونن یه توپ رو از روی یه تور به همدیگه پرتاب کنن. مردم عاشقش شدن و برای امتحان کردنش باید توی صف‌های طولانی وایمیستادن. ویلیام اصلا به دنبال ثروت نبودش و فقط می‌خواست مردم رو سرگرم کنه، اما تنیس فورتو رو به عنوان اختراع ثبتش نکرد و گفت این آینده خاصی نداره. اما خیلی کارش الهام بخش بود که ویلیام رو به عنوان پدر بازی‌های ویدئویی میشناسن. سال 1972 بازی پونگ به عنوان اولین بازی تجاری و موفق شناخته شد که صنعت گیم رو کلاً عوض کرد. نولان باشنر ایده ساخت یه بازی آرکید رو به مهندس خود که اسمش آلکورن بود داد و با الهام گرفتن از تنیس فورتو و راتبر بازی پونگ رو ساخت. یه بازی خیلی ساده ولی تو اون موقع خیلی سرگرم کننده، جوری که وقتی دستگاه آرکید خراب می‌شدن تعمیرکارا میگفتن که سکه زیادی باعث خرابی ما شد و ایراد از طرف دستگاه آرکید ما نیست. همینطور آرکیدها و ایده‌های بیشتر برای بازی اومد، مثل اسپیس اینویدرز که باعث شد آرکیدها درآمد میلیون دلاری داشته باشن، یا پکمن که بازیش فقط برای پسرها جذاب نبود و اولین بازی با یه داستان مشخص به اسم دانکی کانگ که ماریو توش بود ساخته شد. اونقدر آرکید طرفدار پیدا کرد که یه زمان سکه صدینی توی ژاپن پیدا نمیشد. البته میگن که شایعه است ولی اگه واقعی باشه خیلی جالبه. ظهور کنسول‌های خانگی بخش 1. بازی تو اون زمان فقط آرکیدها بود و خرید آرکید تقریبا $3000 بود. $3000 اون موقع تقریبا الان $25000 و خیلی توان خریدنشون رو نداشتن که تا اوایل دهه 1970 رالف بار پدر کنسول‌های بازی گفت چرا بازی فقط آرکیدها هستن، چرا مردم نمیتونن اونا رو توی خونه روی تلویزیونشون هم بازی کنن. که بعدش اولین کنسول خانگی به نام مگنوباکس آدیسی اومد که بازی‌هاش داخل کنسول بود و روی کارتریج نبود. خیلی ابتدایی بودش و گرافیک ساده‌ای داشت ولی صدا نداشت. بعضیا رالف بایر رو پدر بازی‌های ویدئویی میدونن چون اولین کنسول خانگی رو توسعه داد و بازی ویلی رو به خاطر نمایش علمی بودن و تجاری نشدنش قبول ندارن. ولی جلوتر یعنی سال 1977 آتاری اومد و انقلاب کرد. مردم میتونستن چندین بازی مختلف داشته باشن چون روی کارتریج بود. گرافیکش هم رنگی بود و اسپیس اینویدر رو پکمن هم اجرا می‌کرد. شاید نگاهش برای نسل زد خیلی ساده است ولی برای اون موقع حس سفر به ماه داشت. بعدها جلوتر سال 1983 کلی شرکت اومدن تو بازار و گفتن بازی تولید کردن که خیلی ساده است و کلی بازی‌های بی‌کیفیت درست کردن و یهویی فروش کنسول‌ها کاهش پیدا کرد. آتاری و شرکت‌های دیگه میلیاردها دلار ضرر کردن و آتاری کامل نابود شد. تا اینکه نینتندوی قهرمان تو سال 1983 که در اصل کارت‌های بازی تولید می‌کرد وارد دنیای کنسول شد و نس رو که مخفف نینتندو اینترتینمنت سیستم بود رو عرضه کرد و تو اون دوران سقوط صنعت بازی زلدا، سوپر ماریو و متروید صنعت رو نجات دادن و نینتندو باعث شد که دوباره کنسول‌های خانگی محبوب بشن. نینتندو یه تراشه امنیتی توی کنسولش قرار داد که بازی‌هایی که تایید شدن رو فقط اجرا کنه، نه آشغالی‌ها رو. همه چیز برای نینتندو عالی بود که یهو سرکله کنسول سگا پیدا شد، یه رقیب بزرگی واسه نینتندو. برای این هدف ساخته شد که بازی‌هایی با گرافیک بالاتر رو اجرا کنه و با شعار سگا does what Nintendo don't اعلام رقابت کرد. سگا موفق بود ولی اشتباهات متعددی توی کنسول داشت، مثل سگا ساتورن و سگا دریم کست از قبیل نبود پشتیبانی و بازی‌های خوب و با کیفیت توی رقابت با نینتندو شکست خورد. سگا از بازار کنسول بیرون اومد و بازیساز شد. ظهور کنسول‌های خانگی بخش 2. سال 1994 سونی با پلی استیشن همه رو سورپرایز کرد. پلی استیشن قرار بود که در ابتدا برای نینتندو باشه ولی سونی اصلا تجربه‌ای تو دنیای بازی نداشت. نینتندو تصمیم گرفت که برای کنسول سوپر نینتندو اینترتینمنت سیستم یا SNES درایو CD بسازه که با همکاری سونی می‌خواست این کارو پیش ببره که در نهایت به خاطر اختلافاتی که سر درآمد این دو شرکت به هم خوردن نینتندو یهو کنار کشید. سونی هم تصمیم گرفت پلی استیشن رو با درایو C بسازه که باعث بشه مردم قیمت کمتری رو صرف بازی‌ها بپردازن چون کارتریج‌ها گران‌تر بود. و این کارش هم باعث شد هزینه تمام شده برای مردم کمتر باشه و هم فضای بیشتری برای محتوا و گرافیک برای بازی‌ها فراهم کنه. پلی استیشن سریع به موفقیت رسید، گرافیک سه‌بعدی رو به دنیای بازی آورد و کنارش یه سری بازی‌ها مثل فاینال
فانتزی، گراند توریسمو و رزیدنت ایول و نینتندو هم هنوز روی کارتریجا مونده بود و خیلی از بازی‌های انحصاری روی پلی استیشن میومد و همین سبب شد که نینتندو رقابت رو به پلی استیشن ببازه. سونی تو سال 2000 PS2 رو عرضه کرد و این کنسول برگه برنده سونی بود. هم بازی‌ها رو با گرافیک بالاتر و بهتری اجرا می‌کرد، هم از دیویدی پشتیبانی می‌کرد و یه جورایی چند منظورش می‌کرد و با فروش بیش از 155 میلیون دستگاه پرفروش‌ترین کنسول تاریخ شد. GTA روی PS2 که اولین بازی سه‌بعدی اوپن ورلد محسوب می‌شد اومد. گیم کیوب هم به خاطر استفاده از دیسک‌های نوری بازیسازای معروف از نینتندو فاصله گرفتن و نینتندو رقابت رو به ایکس باکس و پلی استیشن باخت. کامپیوترهای شخصی. کامپیوترها از 1950 به عنوان ابزارهای تحقیقاتی استفاده می‌شدند و خیلی بزرگ و گرون بودند و برای عموم مردم غیر دسترس بود. و ویلیام تنیس فور 2 رو روی یک کامپیوتر درست کرد. جلوترش هم یعنی تو سال 1962 بازی اسپیس وار اومد که بازی چند نفره بود. با اومدن کامپیوترهای خونگی در سال 1970 کم کم بازی‌ها هم راه پیدا کردند. مثل بازی اورگان تریل، یکی از اولین بازی‌های آموزشی که روی کامپیوترهای مدارس اجرا می‌شد، و زورگ، یکی از اولین بازی‌های داستان محور. ولی IBM تو سال 1981 کامپیوتر IBM PC رو توسعه داد و استانداردهای یک PC خونگی رو داشت و توسعه دهنده‌های بازی هم شروع کردن به ساخت بازی برای این کامپیوترها. بازیسازا متوجه شدن که کامپیوتر میتونه بازی پیچیده رو اجرا کنه و نسبت به نس و آتاری قوی تره و همین دلیل شد که بعضی از ژانرهای بازی روی کامپیوتر بیاد، مثل بازی‌های RPG، بازی‌های مسابقه‌ای و لورد رانر که اولین بازی هستش که قابلیت ذخیره و حتی ویرایش مراحلش رو داشت. سیستم عامل MS-DOS کاربران قبل ویندوز بازی‌ها رو روش اجرا می‌کردن هیچ گرافیک اینترفیسی نداشت و بازی‌ها رو باید با دستور اجرا می‌کردن. بازی‌هایی مثل پرنس آف پرشیا، وارکرافت و دوم که برای هر کدوم نیاز به تنظیمات دستی کارت گرافیک و کارت صدا داشت. جلوتر توی دهه 90 تو دوران طلایی خودش و رقیب جدی کنسولا بود، چون CD رام هم همون زمان اومد و بازی‌ها میتونستن محتواهاشون بیشتر بشه. وجود کارت‌های گرافیکی که گرافیک بازی‌های کامپیوتر رو از کنسول بهتر می‌کنه و اینترنت که بشه بازی‌ها رو آنلاین بازی کرد. و خیلی از بازی‌های معروف هم همون زمان توسعه داده شدن: کویک، هاف لایف و استارکرافت. و فقط کامپیوتر میتونست محتوای بازی رو با محتوای ساخته شده توسط کاربران تغییر بده که اصطلاحاً مود میگن. سال 1995 ویندوز 95 توسط مایکروسافت معرفی شد که خیلی کاربرپسند و گرافیکی بودش، ولی بازیسازا MS-DOS رو به خاطر سریع بودن توی اجرای بازی انتخاب میکردن. مایکروسافت هم دایرکت اکس رو معرفی کرد و بعدش همه به ویندوز کوچ کردن. اون زمان بازی‌های GTA، فیفا و کال آف دیوتی بدون دایرکت اکس اجرا نمی‌شدن. تو سال 2001 هم ویندوز XP اومد که خیلی بازی‌ها رو روونتر اجرا می‌کرد و کلی بازی مثل GTA وایس سیتی، کانتر استرایک یکوشی، دژاوو، اسم می‌کنم قبلا به این اشاره کردم، ورلد آف وارکرافت و کرایسیس. کنسول در مقابل کامپیوتر. مایکروسافت پیش خودش گفت که PC روی بازار گیم تسلط داره، چرا وارد دنیای کنسول نشه، و ایکس باکس رو تو سال 2001 با فرانچایز هیلو، یعنی بازی انحصاری هیلو کامبت ایوال، خودش رو رقیب جدی پلی استیشن اعلام کرد. همچنین با ایکس باکس لایو که برای بازی‌های آنلاین بود جایگاه خودش رو کامل سفت کرد. بعد سال 2005 ایکس باکس 360 اومد که خیلی جدی به بازی‌های آنلاین پرداخت و با داشتن کارت گرافیک خیلی قوی برای بازی‌های نسل بعد هم خودش رو آماده کرده بود و میشد بازی‌ها رو دانلود کرد و نیاز به دیسک فیزیکی هم نبود. از طرفی سونی تو سال 2005 PSP رو با هدف تجربه بازی روی دستگاه قابل هم عرضه و معرفی کرد و کنارش هم میشد آهنگ گوش داد، فیلم هم دید یا حتی به اینترنت هم وصل شد. اندکی بعد پلی استیشن 3 اومد که ویژگی‌های خیلی خوبی مثل بلوری و قدرت پردازشی بالاتری نسبت به ایکس باکس 360 داشت. از اونور نینتندو کنسول جدیدش رو به اسم نینتندو وی معرفی کرد که ویژگی جدیدی نسبت به بقیه رقیباش داشت. با وی ریموت بازیکن میتونست با حرکات بدنش بازی کنه و همین باعث شد که به موفقیت بزرگی تبدیل بشه. میشد تو جمع خانواده یا دوستان بازی بشه و خیلی از آدمایی که حتی علاقه به دنیای گیمینگ هم نداشتن هم وارد دنیای گیمینگ بشن و یکی از پرفروش‌ترین کنسول‌های تاریخ هم شد. بعد چند سال بعدش ویندوز 7 اومد که خیلی ویندوز بهینه سازی شده‌ای بود و کامپیوترها همچنین با توسعه سخت افزاری همچنان قوی‌تر و بهتر از لحاظ گرافیک نسبت به کنسول‌ها می‌شدن. اما یک سری دلایل مهمی که باعث شد خیلی از بازی‌ها انحصاری بشن: سونی شیاد. سونی بازی‌های انحصاری رو به عنوان یه سلاح رقابتی استفاده می‌کرد تا گیمرها مجبور بشن برای تجربه اونا کنسول پلی استیشن بخرن. بازی‌های معروف مثل آنچارتد، گاد آف وار، د لاست آف اس باعث می‌شدن که مردم به جای ایکس باکس یا حتی پی سی یه کنسول پلی استیشن داشته باشن. پورت مثلا PS3 از
پردازنده سل استفاده میکرد که معماری خاص و پیچیده‌ای داشت. پورت کردن بازی‌ها به PC هم کار سختی بود و چون توسعه دهندگان هم مجبور بودن کل بازی رو از ابتدا بازنویسی کنن و بسیاری از استودیوها هم حوصله یا بودجه این کارو نداشتن و قاعدتا ترجیح میدادن که بازی‌ها رو فقط روی PS3 بسازن. قرارداد سونی قراردادهای ویژه‌ای رو با استودیوهای بازیسازی می‌بست تا بازی‌های خاصی رو فقط روی کنسول خودش منتشر کنه. بعضی از این قراردادها هم مادام اون بودن و باعث می‌شدن که این بازی هیچ وقت روی پلتفرم‌های دیگه هم تولید و منتشر نشه. بعد از این بازی‌ها مثل بلادبورن که هنوزم روی PC نیومده چون تحت سلطه قرارداد انحصاری بین سونی و فرام سافتور هستش. یا لاست آف اس که سال‌ها روی پلی استیشن فقط بود و تازه سال 2023 برای کامپیوتر اومد. ژانریست بازی PC بیشتر برای استراتژی و MMO محبوب بودن، نه برای بازی‌های داستان محور و سینمایی مثل آنچارتد یا آنتیل داون. به همین دلیل خیلی از بازی‌ها اصلا برای PC در نظر گرفته نمی‌شد. بعد تو سال 2013 پلی استیشن 4 اومد که پردازنده قوی‌تر، گرافیک بهتر و پشتیبانی از بازی‌ها با کیفیت 1080 و 4K، پشتیبانی از VR، استریم کردن توی توییچ و پخش تو یوتیوب اون رو رقیب خیلی جدی PC کرد. و اونورم ایکس باکس وان با یه سری بازی‌های مهمش عرضه شد که رقابت بین کنسول‌ها رو هم شدیدتر کرد. چند سال بعدش نینتندو سویچ به عنوان کنسول دستی خانگی به میدان اومد و میتونست به تلویزیون هم وصل بشه. میشد هم از کارت بازی استفاده کرد و هم بازی رو دانلود کرد. از اون سال به بعد همه منتظر نسخه جدید کنسول ایکس باکس و پلی استیشن بودن و لحظه شماری میکردن که عرضه بشن. در نهایت پلی استیشن 5 تو سال 2020 عرضه میشه که با دادن 120 فریم و کیفیت 4K، همچنین داشتن SSD که زمان بارگذاری بازی‌ها رو سریع‌تر می‌کرد و بازی رو روان‌تر اجرا می‌کرد، رقابت رو برای مایکروسافت سخت‌تر کرد. مایکروسافت هم از این طرف با انتشار ایکس باکس سریز X و ایکس باکس سریز S تو همون سال با دادن 120 فریم و کیفیت 4K ماچ سونی رو کمی خم کرد، ولی با داشتن ایکس باکس گیم پس التیمیت توجه خیلی رو جلب کرد. اما خود S و X هم یه سری تفاوت‌ها داشتن از نظر کیفیت و قیمت و راحتی و سبکی، ولی این جزوی از استراتژی مایکروسافت بود که حتی کسایی که نمیخوان زیادی وقت خود رو پای بازی کردن صرف کنن اما بازی کردن رو دوست دارن، حتما سری S که ارزان‌تر بود و بخرن. شما با کدوم کنسول شروع کردید و تو کدوم جبهه هستید؟ من که با کامپیوترم راحتم. تو رو خدا منو تو هیچ جبهه‌ای نذارید.